سلام دوست عزیزم، توی این پست میخوام بهتون ساخت جاودی جاشمی رو یاد بدم. برای ساختش نیاز داریم به یک لیوان گچ ساختمونه، حتما الکش کنین. مهرای چوبی سایز بزرگ نیاز داریم و شمعای وارمر کوچیک. وقتی که الک کنید این اضافه هاش گرفته بشه خیلی کارتون تمیزتر در میاد. برای قالب گیری نیاز داریم به این ظرفای پلاستیکی یه بار مصرف، حتما چربش کنین و آب و یواش یواش اضافه کنین. حدود 2/3 لیوانم آب نیاز داره. آب خور گچ متفاوته، پس کم کم آب اضافه کنین که گچتون شل نشه. خیلی خوبم هم بزنین که گوله گوله نشه. وقتی قالبتون رو چرب کردین گچ رو داخلش بریزین، حتما تکون بدین که اگه حبابی چیزی داره خارج بشه. اگه مثلا دیدین کثیفی چیزی داخلشه حتما در بیارین. حدود 3 دقیقه صبر کنین. گچ یکم که خودش رو گرفت، شمع وارمه رو جاشو، حالا چه پلاستیکی باشه چه فلزی، یه مقدار چرب کنین، داخل گچ فرو کنین. مهره چوبیتون هم داخل گچ فرو کنین. بهش زمان بدین، حدود 40 دقیقه 1 ساعت. بعد از قالب جدا کنین، آروم آروم جدا کنین که چون هنوز نرمه و خوش نشده آسیبی نبینه. بذارین روی دونه پارچه تمیز نخی و نزدیک بخاری یا شوفاژ قرار بدین. خیلی نزدیک حرارت نباشه که رنگش عوض شه. بعد از 2-3 روز کامل خوش میشه و ثبات میشه با استفاده از سنباده.